سلام، فریبا هستم. به پیج شیرینی پزی من خوش اومدین. میدونم این روزا یکی از پرطرفدارترین دسرها دسر تیرامیسوه. اما من امروز اومدم با یه دستور جدید و متفاوت که اونم اضافه کردن کره لوتوس به تیرامیسوه. خب بریم برای درست کردنش. ابتدا پودر قند رو الک میکنیم و به اون پنیر خامه‌ای رو اضافه میکنیم که من از پنیر خامه ویلی استفاده کردم. این دو مواد رو انقدر هم میزنیم تا یه مایع صاف و یک دستی رو داشته باشیم. من حدوداً نصف پیمانه پودر قند استفاده کردم. برای این مقدار یه پاکت کامل پنیر ویلی رو استفاده کردم. البته این سلیقه‌ایه، شما میتونید کمتر از این هم استفاده کنید، ولی من چون طعم پنیر رو دوست دارم یه دونه کامل استفاده کردم. پنیر و پودر قندمون که کاملا یک دست شد و یک کرم خیلی لطیفی رو به دست آوردیم، حالا نوبت اضافه کردن کره لوتوسه که اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشه. توی این مرحله یکم از مایع دسر رو تست میکنیم که اگر شیرینیش کم بود میتونیم پودر قند اضافه کنیم. خب میریم برای مرحله بعدی. ما بیسکویت های لیدی فینگرمون رو آماده میکنیم و توی این مرحله قهوه‌مون رو که میتونه اسپرسو یا دمی باشه رو آماده میکنیم. توی این مرحله اسپرسو که آماده شد به اون یه مقدار آب اضافه میکنیم تا خیلی قهوه‌مون غلیظ نباشه. قهوه که آماده شد بهتره که اجازه بدیم قهوه‌مون یه کوچولو خنک بشه و بعد استفاده کنیم، چون اگر داغ باشه بیسکویتامون خیلی سریع وا میره. برای لایه آخری تیرامیسو من از گاناش میخوام استفاده کنم که شکلات تلخش رو میذاریم به صورت بنماری ذوب بشه. خب دوستان، همینطور که داخل تصویر میبینین ما لایه اول تیرامیسو رو میچینیم به این صورت که بیسکویت ها رو دونه دونه داخل قهوه میزنیم و ردیف اول رو میچینیم و از مایع پنیری روی بیسکویت ها میریزیم و کاملا صاف میکنیم و مجدد لایه بعدی رو انجام میدیم. فقط بعد به این موضوع دقت بیشتری داشته باشید که بیسکویت ها رو خیلی زیاد داخل قهوه نگه ندارید. این کار باعث میشه که بافت تیرامیسو به صورت خمیری در بیاد و بهتره که اون حالت اولیه بیسکویت رو ما نگه داریم. خب لایه بعدی رو من گانش استفاده کردم به این صورت که خامه قنادی رو با شکلات ذوب شده مخلوط میکنیم، کاملا هم میزنیم تا یک دست بشه. بهتره که شکلات اون یک کوچولو حرارت داشته باشه تا خامه کاملا حل بشه. این مایع رو به لایه آخر تیرامیسو اضافه میکنیم، صاف میکنیم کاملا و پودر کاکائو رو روی لایه آخر تیرامیسو الک میکنیم به عنوان تزیین تیرامیسو و میره داخل یخچال برای خنک شدنش و آماده سرو باشه. امیدوارم این دستور رو بپسندین، درست کنین و لذتش رو ببرید. ممنون که همراه هم بودین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.